اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای ما و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این شبهای نورانی ماه شریف رمضان الحمدلله که استفاده میبریم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم، بار اله و پروردگارا به حرمت این لحظه های اجابت دعا، به حرمت این ماه پرفیض و برکت و پرنور، پروردگارا بار اله اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را از بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا بار الله وطن عزیز ما را از این بیماری وبا پروردگارا در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا این بیماری ها را از وطن ما و از بالای تمام مؤمن ها و مسلمان ها پروردگارا نیست و نابود و دور بگردان. بار الله تمام بیماری ها را شفای عاجل کامل نصیب بفرما. محبوس ها و زندانی ها را آزادی نصیب بگردان. بی فرزندا را فرزند صالح عطا بفرما. زنها و مادرها و خواهرها را در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگارا تمام برادرهای بزرگوار ما که از ما بارها خواهش دعا کردند، هر امید و آرزو مراد و مقصد داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران بزرگوار، صحبت امروزه من به همگان معلوم است که جواب سوال‌های هست که برادرها فرستاده اند. پیش از آغاز سخن یک خواهش و التماس دارم از شخصیت‌هایی که سوال می‌فرستند چقدر سوال‌های خود را کوتاه نویسه، چون که وقت ما خیلی کم است و سوال‌های زیاد یعنی جواب ناگردانده مانده ام. به همین خاطر بسیار خواهش میکنم که سوال‌ها را چقدر کوتاه نوشته را کنه التماس میکنم برادران عزیز. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا ما در یک فیرمه ترکی کار میکنیم. 3 وقت خوراک ما را میدهند. خوراک های ما با گوشت مرغ، گاو می باشند. ما نمیدانیم این گوشت ها از کجا اند. آیا خوردنشان جایز است؟ اکنون برادر عزیز، انسانیت باید که همیشه تحقیق کند، جستجو کند، یعنی پرس و سراغ کند. باید این حالت ها و این جاها در وقتی کار میکنه باید بپرسه که آیا اصلی یعنی اون گوشت ها از کجا می آیند. مبادا یک خدای نخواسته اونها حرام باشند، یعنی این مدت شما اگر حرام خورده خیلی گناهش بزرگ است. حرام خوردن خیلی گناه سخت است. به این خاطر مردم ترک هم مسلمان هستند. چقدر یعنی خوب می شود برای شما که از اون پاورهاشون یا اینکه از اون همکارهاتون انسانهایی که دایر به این یعنی خوراک وابسته هستند از اونها پرس تحقیق کنه، یعنی از کجا گوشت میگیرن بعد از آن خوره. اگر از این مرغ و گاوهای مگزینی و از این حرام ها باشه شما یعنی حذر کنه نخوره، چون که خیلی گناهی بزرگ است برادران عزیز. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت میفرمایند که این حدیث امام احمد روایت کرده اند. حضرت فرمودند که 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. گفتن 4 چیزی هست که هر انسانی که این 4 چیز در حیاتش داشته باشه از حیات دنیاش ضرر نمیکنه، یعنی از دنیا به فایده میروه، از دنیا خوشبخت میروه، از دنیا ضرر کردگی و بدبخت نمیروه. این 4 چیز هر انسانی که اگر در حیاتش داشته باشه پیغمبر بزرگوار گفتن. چی هستن اینها؟ حفظ و امانتین. یکمین چیزی او پیغمبر بزرگوار گفتن که حفظ کردن امانت، یعنی خیانت نکردن امانت. هر چیزی که از یک برادر وقتی امانت میگیری حرکت کن که امین خوب باش، امانت نگهدار خوب باش، چون که امانت یعنی خیانت شود این گناه است، در قیامت جوابگری دارد.
دیگر چیزی که انسان در حیاتش داشته باشه، پیغمبر بزرگوار گفتن که و صدق و حدیثین، سخن راست گفتن، یعنی از زبان سخن راست بیرون کردن. انسان باید حرکت کنه تا حد امکان باید از زبانش سخن دروغ بیرون نکنه، سخن دروغ از زبانش نبراره. چون که هر انسانی که در حیاتش حفظ امانت، یعنی امانت نگهداری و راستگویی داشته باشه، او انسان از حیات دنیاش ضرر نمیکنه، از دنیا خوشبخت و فایده کردگی میروه. و دیگرش پیغمبر بزرگوار گفتن که و حسن و خلیقه، یعنی خوش اخلاق بودن. انسانی که یعنی خصلت خوب داره، اخلاق خوب داره، رفتار خوب داره، مناسبت و معامله خوب داره به خلق خدا، اینم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از حیات دنیاش ضرر نمیکنه، یعنی از دنیا فایده کرده میروه، از جمله انسانهای خوشبخت میروه از دنیا. و آخر و عفت فی طعمت، جناب پیغمبر گفتن آخرش یعنی لقمه پاکیزه، لقمه تازه، حلال، به شبهه، هر انسانی که استفاده برد، این شخصیت هم از دنیا خوشبخت میره. یعنی لقمه خیلی چیزی ضرور است برادری عزیز بزرگوار. لقمه اگر حرام باشه، ناپاک باشه، جسم و بدن انسان از وی قوت میگیره. وقتی بدن، جسم انسان از چیزی ناپاک قوت پیدا کرد، انسان در عبادت و بندگی خدا تنبل و ضعیف و سست میگردانه. اما جسم و بدن انسان وقتی از چیزی حلال قوت گرفت، جسم و بدن انسان قوت میده به سوی عبادت و بندگی خدا. انسان در عبادت و بندگی خدا ثابت قدم، پیش قدم میشوه، نه اینکه سست و ضعیف و تنبل. به این خاطر برادران بزرگواری من، انسان باید حرکت داشته باشه که همیشه یعنی لقمه و چیزی پاکیزه و حلال در زندگیش یعنی تناول کنه، خوره. چون که اگر چیزی ناپاک خوردی، حتما ایرا انیق بودن که جسم و بدنی که یعنی چیزی ناپاک وقتی که غذا گرفت، او یعنی جسم و بدن حتما آتش دوزخ می سوزانه، حتما در آخرت انسان عذاب می شود. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که در روز قیامت از تمام خاص و عام خداوند 4 چیز میپرسه. نیست شخصیتی که این 4 جمله را یعنی جواب نگفته از صحرای قیامت خلاص شود. یکی از اونها این بود است که و عن بدنه فیما یبلا، خداوند میپرسه که آیا بدن تا به چی چیز پرورش دادی؟ چی خوردی که بدن تو قوت گرفت؟ چی خوردی که بدن تو یعنی روغن گرفت، گوشت پیدا کرد؟ چی خوردی که سبب دوام دادن حیاتت شد؟ اگر چیزی حلال باشه انشاءالله اون لحظه جواب داری، اما چیزی ناپاک و حرام باشه وای به حالت برادری بزرگوار. به این خاطر حرکت کنه، در هر کجای کار میکنید، چی در فیرمای ترکی باشه، چی در جای تاجیک ها باشه، چی در ازبک ها باشه، چی در تترها و قرقیز ها و داغستانی ها و دیگر ها باشه، حرکت کنه که فقط لقمه را پاکیزه کنه، لقمه را حلال بگردون، چیزی حلال خوره، پیش آمد و خوش آمد نگویه برادران بزرگواری من. چون که لقمه حرام در بعضی از روایت ها هست که خیلی خطر داره که شاید وقتی از دنیا رفتن انسان از دنیا به ایمان بروه. پناه به خدا، خیلی خطری بزرگ داره. به این خاطر برادران بزرگواری من حرکت کنه، لقمه ها را پاکیزه کنه. خب اینجا یک مادر اسلامی سوال داده که السلام علیکم دوملای محترم، من یک مادر اسلامی هستم، آیا زن تخم شیطان است؟ بسیاری مردم این کلمه ها را میگویند، التماس فهمانید. نه مادری محترمه، زن تخم شیطان نیست، زن مادر است. زن شخصیتی است که جنت در زیر قدومش هست. زن شخصیتی است که تمام پیغمبرهای خدا از زن به دنیا آمدند. زن مدرسه هست که انسان تربیه میکنه. زن این یعنی از همه حقوق حقدارترین شخصیت در بالای انسانیت است. زن تخم شیطان نیست مادری محترمه. زن در اصل خود را شیطان صفت و شیطان صورت میگردانه در صورت و حالتی که از جایگاه خودش بیرون برآمد، یعنی حرمت و قدر خود را ندانست، از اطاعت و امر پروردگار بیرون برآمد. وقتی بندگی خدا را به گردن نگرفت، ستر و حجاب در او رعایت نشد، عبادت و بندگی خدا در او رعایت نشد،
از گفته پروردگار، از خطی کشیده الله به سوی فسق و فساد و فحشا بیرون برآمد، در اصل این زن تخم شیطان نه، بلکه بدتر از شیطان می شود. نباشه زن شخصیتی هست که خداوند در قرآن به نام زنها سورة النساء یعنی سوره فرستاده است. زن شخصیتی است که پیغمبر بزرگوار را میپرسند که از همه حقدارترین شخصیت بالای انسانیت کی است؟ پیغمبر بزرگوار گفتند امک، مادرت، یعنی این مادر زن است. زن خیلی حقوقی بالا داره. به این خاطر اگر زن صالحه باشه، پاکیزه باشه، خدا ترس باشه، 5 وقت نمازش ادا کنه، بنده خوبی خدا باشه، این زن بهتر است. این زن خیلی حرمت و عزت بالای داره در اسلام. یعنی تمام انبیای خدا، تمام اولیای خدا، تمام عزیزهای خدا از زن به دنیا آمده اند. به این خاطر مادر محترمه، این سخن در عامه زنها گفتن خیلی خطای بزرگ است که زن تخم شیطان است. البته زنها از روی اینکه حالت میشه که عقل اونها، این حدیث پیغمبر است، از من ملال نشوه، پیغمبر بزرگوار گفتن که زنها ناقص العقل و ناقص الدین هستند، عقل کوتاه دارند. حالت می شود که زنها از روی کم فکری، از روی بی‌پرواگی بعضی نقشه ها میکشند، بعضی مکره ها میکنند، حیله ها میکنند. در این حالت صورت باشه، البته زن حقوق خود را، حرمت و عزت خود را از دست میدهد، خود را به حرمت میگردونه، خود را یعنی در نگاه و در نظر شریعت پست میگردونه. به این خاطر این سخن در جمعیت زنها گفتن خیلی خطا و بزرگ است. مادر محترمه، یک خواهر اسلامی اینجا خط کرده: السلام علیکم داملای مهربان، من یک خواهر اسلامی شما هستم. مرا خوشتامنم بسیار عذاب می دهد. شوهرم باشد از روی مادرش به من مناسبتی بد دارد. این هر دو به من بسیار ظلم می کنند. عائله ما کمبغل هستیم. اینها دارنده هستند. دائم مرا منت می کنند که شما نادیده هستید. خب دائما من را منت می کنند. خب در نیمه راه زندگی حیران مانده ام، چیکار کردنم را نمی دانم. شبها نزد خدا درد دل می گویم، به او شکایت می کنم. دیگر کس ندارم. التماس داملا جان یک مصلحت هم دهید. اکنون برادران عزیز، این خواهر محترمه ما، خواهر اسلامیمون، از خوشتامن و شوهرش شکایت کرده است. متاسفانه امروز اکثر خوشتامن ها چنین یعنی ظالم در حالت ظلمخواری هستند که کهلین را همچون فرزند قبول کرده نه، بلکه کهلین را همچون دشمن می دانند. و کهلین ها جبر می کنند، کهلین ها را ظلم می کنند، کهلین ها را عذاب می دهند. چنین یعنی خوشتامن ها وجود دارند. خواهر محترمه، توصیه من برای شما این است که شما صبر کننده باشید در این حالتون. فقط تکیه به خدا کنه. چی نوعی که خود گفته درد دل به خدا داشته باشه، شکایت به خدا کنه. ان شاء الله رب العالمین روز پروردگار به فریاد شما میرسه. ان شاء الله روز می شود که یعنی خداوند به فریاد شما، به داد شما، به دعای شما میرسه. اکنون من به این مادر محترمه که خوشتامن است، مادر شوهر شما هست، گفتنی هستم که ای مادر، آیا شما بار فکر نمی کنه که دختر شما هم در خانه کهلین می شود؟ آیا شما بار فکر نمی کنید که اون یعنی قده شما دخترش در ره نمانده بود، شما را همچون یعنی انسانی نزدیک، انسانی امانت نگهدار، انسانی باوری دانسته دخترش یعنی به فرزند شما را داد. او دخترش به شما نفروخته است. دختری وی در شما غلام نیست. اگرچه کم بغل و محتاج هم باشن که شما بدبختانه و
یعنی بی غیرتانه و بی همتانه و طعنه میکنه که شما کمبغل و نادیده و نادار هستی. اگرچه کمبغل و نادار هم بودن، اونا می توانستند دختر خود را نگاه کنند. این منت های شما، طعنه های شما، این کار شما، جبر و ظلم شما در شریعت حرام است. به خود بیا. پیغمبر بزرگوار گفتن کما تدین و تدان، چی نوعی که قرض داده قرض میگیری. مادری محترمه، روزی میشوه که فرزندی تو، دختری تو در این حالت قرار میگیره. روزی میشوه که این جبر و ظلمی که به این دختری مسکین و بیچاره داری، حتما اینه از جای میبینی. به خود بیا. و برادری عزیزی که شوهر این خواهر هستی، شوهر این خواهر اسلامی هستی، از خدا بترس. در این امانت الهی خیانت نکن. زنها در مردها امانت هستند. در روز قیامت در نزد خداوند برای این امانت ها حتما جواب میگویم من و شما. برادری بزرگوار، از روی مادر شده این زن اگر بیگناه باشه به این جبر و ظلم نکن. پیغمبر بزرگوار گفتن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در برابر نافرمانبرداری و معصیت پروردگار مخلوق باید اطاعت نکنی. مخلوق یعنی پدر و مادر. وقتی زنی شما بیگناه باشه، عیب او این از کمبودیش این بوده که ویها کمبغل، ویها نادار، ویها مسکین. کمی خداوند شما را دارنده کرده است. از روی ناجوان مردانه به سوی زن طعنه نکن، منت نکن، و یا دل برداری کن، و یا دلتیی کن. بگو انشاءالله آینده خوب میشه و حرکت کنید. دو کسا دل مادر بیابه، به مادرت مصلحت که بگو مادری محترم، این آخه همسری من است، رفیق حیاتی من است، مادری فرزندای من است. آیا پدرم به تو این چنین مناسبت کنه خوشحال میشه؟ ای مادر، به مادر مصلحت کن. این چنین زن جبر و ظلم نکن. برادری عزیز بزرگوار، شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن. این حدیث ابو داود روایت کرده است از حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه. شخصیت پرسیدن که ما حق زوجت احدنا علیه. گفتن یا رسول الله ما حق زوجت احدنا علیه. گفتن یا رسول الله حق یک کدام زنهای ما در بالای ما چی هست؟ آیا زن در بالای مرد چی حق داره؟ وای غلامت نیست، وای کنیزت نیست، وای لباس نیست که چی نوعی بخواهی استفاده ببری. تن زن یک کدام ما در بالای ما چی حق داره؟ پیغمبر بزرگوار گفتن ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت. پیغمبر بزرگوار گفتن حق زن بالای شما این است که او را طعام بدهی هر وقتی که خودت طعام میخوری، او را لباس پوشانی هر وقتی که خودت لباس میپوشی، هر وقتی به خودت لباس کردی، لباس گرفتی، باید برای زنم گیری. این حقش از پیغمبر بزرگوار گفتن. ولا یضرب الوجه ولا تقبح. پیغمبر بزرگوار گفتن باید زن در چهرش نزنی، در روی وی، در سر و بدن وی باید نزنی، و برای او سخنهای قبیح باید نگویی. باید نامرد و ناجوان مرد نباش. باید زن منت نکنی، طعنه نکنی، نگوی که شما کمبغل و نادار و نادیده هستی. باید به سوی زن سخنهای قبیح بد دشنام نکنی. ولا تهجر الا فی بیتی. جناب پیغمبر گفتن باید از زن جداگی نکنی مگر در حالتی که وی کسل زنانه می شود در خانه. همون حالت تا وقتی ساعت شده باید کناره جویی کنی، با وی نزدیکی نکنی، چون که خداوند در قرآن این حرام گردانده است. این حقی هست که زن بالای شوهر دارد. و برادری بزرگوار، همراهی مادری محترمه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرمایند که این حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کردن، حدیث متفق علیه است. پیغمبر بزرگوار گفتن اتقوا دعوة المظلوم فانها لیس بینها و بین الله حجاب. تن از دعای مظلوم حذر کنه، از دعای مظلوم احتیاط کنه که
بین مظلوم و بین پروردگار یگان پرده نیست. حذر کن ز آهی درونهای ریش، که آه جهان به هم برزند. از انسانهای مظلوم، از انسانهای دل شکسته، از آه اونها حذر کن. آه اونها دنیا را زیر و زبر میکنه، آه اونها عالم را ویرانه میکنه. پیغمبر بزرگوار گفتن بین مظلوم و بین الله یگان پرده نیست. هر دعای کنن، هر آه کشن، آه اونها یعنی فریاد اونها به آسمان میرسد، الله دعای اونها را قبول میکند. در روایت دیگر رب العالمین فرمودن که یا عبادی، گفتن ای بنده های من، که این حدیث صحیح است، از حضرت ابی ذر غفاری رضی الله تعالی عنه روایت شده. رب العالمین گفتن یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. گفتن ای بنده های من ظلمکاری را به نفس خودم حرام گردانده ام و در بین شما هم ظلم حرام است، به همدیگر ظلم نکنی، همدیگر از ظلم نداشته باشه. این حرام است ظلمکاری، رب العالمین گفتن. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث قدسی بوده. الله رب العالمین گفته اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجید له ناصرا غیری. رب العالمین گفته چقدر شدید و سخت میشه و غضب من به بالای برای شخصیتی که یک انسان را ظلم میکنه که وی غیر من دیگر یاردم کننده و دستگیر نداره. چی نوع این خواهر ما هست، چی نوعی که این خواهر اسلامی شکایت کرده که من دیگر کس ندارم، فقط به الله شکایت میکنم. رب العالمین گفته از غضب من، قهر من بسیار سخت و زیاد میشه با بالای شخصی که ظلم میکنه یک انسانی را که او غیر از من دیگر کس نداره. رب العالمین در روایت دیگر فرمودن که این حدیث ابن عباس روایت کردن، رب العالمین فرمودن و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی عاجله و آجله. رب العالمین گفت قسم به عظمت و جلالم، قسم به بزرگی و تواناییم، من انتقام و قصد مظلوم از ظالم میگیرم، هم در دنیا هم در آخرت. هم در دنیا هم در آخرت از انسان ظالم قصد مظلوم میگیرم. چراغ ظلم ظالم تا دمی محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. مادری محترمه از خدا بترس، برادری بزرگوار از خدا بترس، و این بنده خدا و این فرزندتون میشه و کهلین این قدر جبر و ظلم نداشته باش. چند روز پیش یک حکایتی را از یک واعظ ها من گوش کردم، خیلی جایی هست. مثل این خواهر محترمه ما کهلین در خانه یک انسان دارنده کهلین می شود و اون بسیار جبر و ظلم میکنن. و کهلین هم انسان کمبغل و نادار بوده، انسان کمبغل فقیر و مسکین بوده. چی قدر میگه این کهلین جبر میکنن، ظلم میکنن. فرزند همراهی ابتدا مادر یعنی خوشدامن چپ میقپه، بد میبینه کهلین، بعد از اون فرزند چه میگه اگر یا زن یا من، یک کسی ما را انتخاب کو، یا زن تا انتخاب کو یا منه. این بیچاره پسر دیگه علاج نمیابه، طرفدار مادر میشوه. دو کسه این کهلین چی به چوبه ها باشه، حتی میگه چی به اون تسمه ریزینی به چنان زر بلند میکنن، سر و بدن وی معیب میکنن. با این دلشون قرار نمیگیره، این بیچاره را میگه به قوای برق به سویت عذاب میدهن. به حالت میشه که از زیاد یعنی رنج آزار دادن این خوشتامن شوهر ظالم، این بیچاره کهلین عاجز میشوه، نابینا میشه، چشمهاش از دیدن میمانن. از در وقتی که عاجز میشوه از در خانه زده و پیش میکنن، سر میکنن. این شخصیت کمبغل و نادار، یک پدری عاجز و کمبغل دارد، از روی ناداری و کمبغلی نمیتواند که جای شکایت کند. این کهلین مسکین، این بیچاره مظلومه فقط یک جمله را تکرار میکرد، حسبی الله و نعم الوکیل، من غیر از الله دیگر که فقط الله دارم، تمام، الله خودش برای من بسنده است.
فقط توکل ما به او می سپارم، تکیه به او دارم. این زنی که در نیمه راه حیات مانده است، عاجز شده است، از بس که پدرشم کمبغل و نادار است، کسی به داد و فریاد اینها نمی رسد. قصه کوتاه، این انسان بای دارنده، این زن ظالمه همراه فرزند ظالمش دوباره یک دختر زیبای دارنده را کلین میکنن. در دوام زندگی یعنی چقدر خوشحالانه و خرسندانه زندگی میکنن. از بین سال میگذره، این کلین دیومشون فرزنددار میشود. چقدر فرزند زیبا با حسن و جمال. فرزند به سین 6-7 ماهگی میرسه. وقتی نگاه میکنن این فرزند، این کودکی نو تولد شده، چشمهاش در درونی یعنی اون کاسخانه سر بازی میکنن، یعنی هر ستاب میخورن. وقتی این کودک گرفته نزد طبیب میبرن، انسانهایی که طبیبهایی که وابسته به چشم هستند، وقتی نزد او میبرن، اون وقتی نگاه میکند، ایره تحقیق میکند، میگوید این فرزند شما عاجز است، این نابینا است، این نمیبینه این فرزند شما. حیات برای این دو شخصیت تلخ میشود. این دو جوان، بگیم این فرزند ظالم همراه این کلین دوم، زندگیشو براشون تنگ و تاریک میشود. فرزند یگانه عاجز نابینا حرکت میکنن، میگوین یک فرزند دیگر بیابیم، تا اینکه در کنار این یعنی خواهر یا برادر عاجزش باشد حرکت میکنن. خداوند برای اینها دوم فرزند میدهد. دوم فرزند هم وقتی کمی میگذرد مثل این برادرش بر اینم عاجز، اینم چشم نابینا. این دو شخصیت، این شوهر همراهی همسرش، از فکر غم این دو طفل نابینا میگه شوهرش دیوانه میشوه، عقل از دست میدهه، و این زن از غم و فکر میگه به یک بیماری مبتلا میشوه، از دنیا میگذره. این جوان عقل از دست دادگی در کوچه ها و هرس میگرده. این مادری که به کهلان چقدر جبر و ظلم کرده بود، روز همراه این دو نبیره عاجز نشسته هست، ناگاه میگه در فکر من میآید، در فکر من میآید که این آهی همون کهلین مظلومه من است. اون کهلینی که چقدر او را جبر و ظلم و عذاب دادم، آهی اون است که ما را گرفت است، دعای اون است که تیر آهی اون است که در سینه ما رسیده است. از جا خیستم، میگه از جا خیستم به خانه اون کهلین رفتم. البته اون عاجز نابینا بود و نمیدید دیگر. در نزد وی رفتم، دو زانو زدم، از پایهای وی بوسه کردم، گفتم کهلین من، فرزند من، جان من فدای شما بود. ما در حق تو بسیار جبر و ظلم و خیانت کردیم، ما را ببخش. وقتی در نزد او بسیار گریه کردم، از بس که وی دلی صاف و دلی رحمگین، دلی پاک داشت، در حال میگه گفت من شما را بخشیدم مادر، من شما را بخشیدم. مجبور کردم، گفتم باید همراهی ما بروی. گفت مادر من ببخش، من همراهی شما رفتن نمیتوانم، من عاجز هستم دیگر، در شما خدمت کرده نمیتونم، در خانه شما انسانی در کار که شما را دستگیری کنه. میگه گفتم نه، هر چیزی باشه من باید حقی خود من ادا کنم، باید اون جبر و ظلمی که در حقی تو کردم اونها را بگردانم. قصه کوتاه میگه مجبور کردم کهلین همراهیم آوردم به خانه را آوردم. گفت کهلین، وقتی در خانه داخل شد گفتم ای کهلین، از این روز پس صاحب خانه تو هستی و من کنیز و خدمتگاری تو هستم، من کنیز و خدمتگاری تو هستم. میگه مدت زندگی میکردیم، چقدر اون من خدمت میکردم کهلین عاجزه ما. روزی بود در بالای جای نماز، میگه کهلین به گردن کج دستا برداشته دعا میکرد. در دوام دعا کردن میگه منم در کنارش نیستم، دستامو برداشتم، گفتم ای پروردگار، تو خودت وعده کرده که دعای مظلومه را قبول میکنی، این لحظه هر دی ما مظلومه هستیم، ای الله به فریاد ما برست. وقتی دکسه گفت دست برداشتیم و دعا کردیم، در همین حالت دعا کردن هم چشمهای کهلین بینا شدن، هم چشمهای او دو طفلی که مادری زاد نابینا بودن.
در این لحظه در این لحظه دعا کردن ما هم چشمهای دو طفلی مادری ذات نابینا بینا شدن، هم چشمهای کیلین. یعنی مادری محترمه من به خود بیا، شاید این روز به بالای شما هم بیایه و این خواهر اسلامی اینقدر جبر و ظلم نداشته باش. حرکت کن که یعنی هر کم بودیه که گذشت همدیگر ببخشه، احساس مادری کن و یا همچون فرزند برای خود بدان. کیلین برای مادر فرزندش می شود و دشمنی تو نیست و نه آمد است که در حق تو یعنی یگان خیانت کنه یا یگان نسبت به تو بدبینی و بدگویی داشته باشه. به همین خاطر مادری محترمه، برادری بزرگوار، از خدا بترسه و توصیه من برای شما خواهر محترمه، هرچند اگر در حالت جبر و ظلم هم قرار داشته باشی، تکیه به خدا که صبر کن، ان شاء الله رب العالمین آینده شما خوب می شود. ان شاء الله که خداوند اگرچه در دنیا رنج دیدی، ان شاء الله در آخرت گنج می بینی. هر انسانی که در دنیا رنج عذاب کشید، از رنج عذاب آخرت نجات می یابه و خلاص می شود. اینجا برادر عزیزی سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، من صاحب فرزند شدم، در دست راستش 6 انگشت دارد، پیش دکتر برم و برم گناهگار می شوم؟ پیشکی رحمت. اکنون برادر عزیز فرزند شما وقتی در یک دستش 6 انگشت داشته باشه، نزد دکتر ببره. اگر این انگشت غم تیه، یعنی براش یگان ضرر داشته باشه، یا اینکه بریدن و گرفتن او انگشت در سلامتی و بدن کودک اگر یگان ضرر نرسانه، و دکترها البته مراجعت کنه، نشان دهه. وقتی که اگر ضرر نداشته باشه، یعنی بریدنش به سلامتی کودک ضرر نکنه، یگان ضرر نداره بریدنی وی. میتونه که شما وی بریده، عادتا یعنی که مثل انسان ها 5 انگشته شود، ضرر نداره. اما اگر به سلامتی یگان ضرر برسانه، بهترش یعنی نگرفتنی وی است، چون که سلامتی، حفظ سلامتی برای انسان فرض است. برادر عزیز بزرگوار، خب جا برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم برادر اهل اسلام، سوال داشتم. خب زن موی سفید سرش را کرسکه کند به خاطر شوهرش درست است یا نه؟ بله برادر عزیز، زنها برای خاطر شوهرشون هرچند خود را زینت دهند حق دارند. زینت برای مرد حرام است. مرد اگر سرش سفید شده باشه براش درست نیست، حرام است که سیاه کردن یا اینکه ریشش. برای زنها درست است، میتونن که زنها سرهاشون سیاه کنن، قاشهاشون کشن، یعنی چون چقدر زینت و زیبا کنن برای شوهرهاشون، براشون بلکه ثواب است این عبادت. دویم سوال، قید کردن روز زادروز یا تبریک گفتن یگان نفر را درست است در اسلام؟ خب من همه برادران برنامه های شما را تماشا میکنم، بسیار چیزها فهمیدم، رحمت خدا هم باشه. سلامت باشه برادر. ما جواب قید کردن یعنی جشن گرفتن زادروز روز گذشته گفته بودیم، شاید تماشا نکرده. بسیاری سوال های برادرها متاسفانه تکرارن هستند. حرکت کنه. ما در دوام این 12-13 روزه که صحبت داشتیم، اکثر سوال های شما جوابهاش در اونها هستند. اکنون برادر پرسیده که جشن گرفتن روز زادروز، انسانی که روز زادروز شه همچنین یک صدقه کنه، یک طعام کنه، یار دوستاش جمع کنه، همراهی دیگه شینن و صحبت کنن، براش درست است، یگان مانعیت و یگان بدی و ضرری نداره. اما اگر روز زادروز شه یار دوستا را جمع کنه، شراب نوشی و عرق نوشی کنن، یعنی اونجا کنسرت و رقص کنن، کارهای حرام شود، یعنی فحش و فاحشگی شود، بیوه های نامحرمه در بینشون بیارن، البته این صورتش حرام است. این کارهاش همه این چیزا میدونن. این اصل یک مسئله عقلی است، انسان خودش میتواند که خلاصش براره. انسانی که یعنی یک طعام کرده، یار و دوستاش جمع کرده، شکرانه که خداوند او را به همه سین سال رسانده است، یک صدقه کرد، هیچی ضرر نداره براش برادر. درست است. تبریک کردن هم این چیه؟ تبریک اصل انسان وقتی یک برادر یک دوست یک چیز هدیه میکنی، بینتون محبت زیاد میشه، صله رحم یعنی زیاد میشه. ضرر نداره تبریک کردن در روز زادروز هم باشه برادر عزیز.
اینجا برادر سوال کرد که سلام علیکم داملای محترم، خدا علم شما را زیاد گرداند، آمین. من نماز میخوانم، روزه میگیرم، نماز شبانه میخوانم، اما دلم هر فکری بد می آید. خب هر روز استغفرالله میگویم. خب بگویید باز چی کنم؟ خب داملا، در این ماه رمضان دل خود را پاک کنم. خب در حق من دعای خیر کنید، خداوند از شما راضی باشد. خداوند بزرگوار پروردگار دل شما را همیشه و ابدی صاف و پاکیزه بگردانه و خداوند برای شما بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه. برادر عزیز، شما وظیفه ذکر داشته باشید. فقط تنها استغفرالله گفتن تنها کفایه نیست. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این وظیفه ها را 100 باری یا 200 باری تا حد توانایی تو، چقدر زیاد میتوانه، یعنی از حد زیادی بدم نه، به قدر توانایی تو هر روز برای خود یعنی وظیفه کنه. ان شاء الله که آهسته آهسته دل شما صاف می شود و هر وقتی که در دل شما فکری بد آمد، در حال استغفر الله گوی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم گوی، ان شاء الله آهسته آهسته دل شما یعنی خوب می شود، اصلاح می شود. چه برادری عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملا، من تنها از برای الله دوستتون می دارم. خب سوال، کسی به زنش گوید که تا تولد کردن به خانه پدر و مادرت رفتی، تو به من طلاق. خب زن بعد تولد کردن به خانه پدر و مادر به اجازت شوهر رفت طلاق شد یا نه؟ یک روشنی می انداخته. اکنون وقتی که امی جمله که شما گفتید تو به من طلاق، در این صورت طلاق نمیشه اگر پیشم روه. اما اگر وقتی که تولد کرد بعد از تولد کردن دیگه اجازت شوهر شرط نیست، چون که این مرد شرط مانده بود که تا تولد کردن، وقتی که تولد کرد بعد از تولد کردن دیگه به اجازت شوهرش هم یعنی انسان میتونه که یعنی زن میتونه که خانه پدر و مادرش رود. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم حضرت، یک سوال دارم. من هر سال در ماه شریف رمضان الحمدلله زکات را میتیم، نیکی حاضر کرانتین است، تاچکم محکمه. خب می شود که پولایی که در دستم است زکاتش را تیم و او بارهای در تاچکه محکمن. خب تخمینا حساب کنم، خداوند از شما راضی باشه. بله برادر عزیز، می شود که شما اون پولهایی که داره یعنی از اونها زکاتش ادا کنه و اون یعنی بارهایی که در تاچکتون هستن، در جای کاری تو هستن، اونها را تخمینا البته را زیادتر حساب کنه برادر عزیز. این زکات اون قدر زیادی نیست که به شما را یعنی ضرر شود. از 100,000 2,500 روسیه است، اون قدر زیادی نیست. شما بهترش که مثلا اگر در 300,000 بار داشته باشه 350,000 حسابش کنه، 400,000 حسابش کنه، زیادتر تیه و کم ندیه، ان شاء الله که درست میشه براتون. و زکاتی که در رمضان است این ثوابش خیلی زیاد است که پیغمبر بزرگوار گفتن که و من ادى فریضه فیه کان کمن ادى 70 فریضه فیما سوا. هر انسانی که در ماه رمضان یک فرض را ادا کرد ثوابش مثل این است که گویا 70 فرض غیر رمضان ادا کرد، یعنی 70 برابر در این ماه ثواب زیاد است برادر عزیز بزرگوار. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملای شیرین سخن. خب ما نماز جماعت میخوانیم، پیش درای ما گوشت گاو و گوشت مرغ مگزینی میخورد. من با او گفتم که گوشت گاو و مرغ به غیر نام الله کشته شده باشند خوردنش حرام است، اما باز میخورد. نماز ما چی میشود؟ اکنون موافق عقیده خودمون، عقیده اهل سنت و الجماعه، یجوز الصلاة خلف کل بر و فاجرین، این یعنی عبارت عقیده هست، فقه اکبر. جایز است، نماز درست است از قفای کل نیکوکار و بدکار. این چنین انسان هایی که دائم گوشت حرام میخورن، اینها را در شریعت فاسق گفته میشه. فاسق انسان گمراه هم میگن، انسانی که راه شریعت گم کرده است. خدا معن داشته که هم چیزی حرام نخور، این شخصیت وقتی خورد حکم گمراهی را میکنه.
از قفاش نماز خواندن درست است، اما اگر در جای و یگان انسان پرهیزگار و احتیاطکار و خدا ترس باشه، بهترش او پیش بدروید، چون که اولا برای امامت یعنی خوبتر افضلتر برای پیش در آمدن انسان پرهیزگار اگرچه جوان یاشم باشه او پیش درآید براش افضل و بهتر است. برادر عزیز و بزرگوار، خب سلام علیکم، خداوند از شما راضی باشد برادر. فطر روزه، خب فرزندی در بطن مادر 5 ماهه باشد، چی کنیم؟ فطر روزه تیم یا نه برادر از کودک هایی که در رحم مادر هستند تولد نشدن، برای اونها صدقه فطر واجب نیست. صدقه فطر کودکی که تولد شده از در ماه رمضان باشه یا پیش رمضان باشه از اونها هست. از کودک های خانه و زن فرزند همش یعنی مرد حساب کرده است صدقه فطرشون رو ادا میکنه. جا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای مهربان، من یک سوال داشتم. سوال چنین است: آدمی که گناه میکند باز توبه کرد، باز گناه کرد، اگر توبه کند قبول می شود؟ جوابش را گوید التماس. الله نگهبانتون باشه داملای محترم. اکنون برادر عزیز، توبه قبول می شود نمی شود ای از جانب پروردگار است. انسان باید امید داشته باشه که وقتی از تحت دل توبه کرد خداوند توبهش قبول میکنه. اما توبه قبول نشانش این است که انسان بعد از توبه کردن او گناه دیگر تکرار نمیکنه. انسانی که توبه کرد یعنی بعد از توبه کردنش با گناه انجام داد، فهمیده می شود که توبه ای یعنی توبه حقیقی و واقعی نبوده است. خب برادر عزیز سوال کرده: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دامنای عزیز، من یک سوال دارم. خب من در مهاجرت هستم و اینجا نماز با جماعت میگذاریم. مرا امام انتخاب کردگی‌اند. من سوره های دراز 15-20 آیت میخوانم. قوم ملال میکنند که تو بسیار قرائت میکنی. میگویند خب من به ویها میگویم که دیگر کس را انتخاب کنید، اینها قبول نمی کنند. داملای عزیز چیکار کنم؟ فقط من خب در نماز بامداد و خفتن آیت دراز میخوانم. من انتظارم. یکی از مخلصان شما از ازبکستان. سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز، اگر در نماز خفتن و بامداد آیتی دراز خوانی برای شما ضرر نداره، اما بامداد میلش خفتن باشه، اینجا حالت قوم هم نگاه کردن در کاره. یعنی در نماز تراویح در حالت هایی که قوم سست هستند، مثلا انسان های کاری هستند، شخصیت های مهنتی هستند، روزانه کار میکنن، شب یعنی خسته میشن، شلپر میشن، یا اینکه قوم های انسان اگر یعنی انسان های کلان سال رفته و یعنی عاجز ضعیف باشند، در این صورت امام باید حالت قوم نگاه کرده نماز خانه. یعنی ملال قوم هم فقها گفتن که در نماز مکروه می شود. اما اگر قوم ها تنبل و مرده و سست باشند، در این صورت یعنی شکایت اونها را نگاه نکن. به هر صورت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگه وقتی امام بودن یکی ناگاه صدای گریه کودک بلند میشد، حضرت قرائتشون کوتاه میکردن تا اینکه مادر یعنی به نزد فرزندش رسه گفته. همین حدیث ها دلالت میکنن که انسان موافق حالت قوم باید حال قوم نگاه کنه، یعنی که ملال قوم نشود، درازی بدم نخوانه، کوتاهی بدم نخوان، باید میانه بخونه برادر عزیز.